با مقصد تأمین اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی‌های غیر نقدی از ماه ایون سال 2023 تحت رقم 586 جهت تشکیل نمودن فضای مساعد برای رشد نظام پرداختی و زیاد نمودن حصه حساب برابرکنی غیر نقدی در شهر کانیبادام از جانب بانک دولتی امانتگذاری امانت بانک و ناظرات انداز شهر کانیبادام میان اهالی کارهای فهماندهی به راه مانده شده است. طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره حساب برابرکنی غیر نقدی در شهر کانیبادام فیلیال 3 شهر کانیبادام ما کارهای فهماندهی سمینار مشاورت تشکیل کرده ایم در کارخانه‌ها در جماعت‌ها با همراهی حکومت شهر کانیبادام کمیته انداز شهر کانیبادام هر روز نه کمتر از 3-4 جای رفته ما سمینار مشاورت گذرانده ایستادیم که مردم همه چیز رو حس کنن درک کنن که 1 آگوست سال 2023 همه خدمترسانی پولکی و طریق غیر نقدی برای مانده بشود. با گفته مسئولین از این بعد ساکنان را ضرور می آید توسط ضمیم برنامه‌های موبیلی، شبکه‌های ترمینالی و دیگر راه و اصول‌های خدمت‌رسانی‌های فاصله‌ای بانکی پرداخت غیر نقدی خدمت‌رسانی دولتی را به راه مانند. گزارش به این نظام امکان می‌دهد ساکنان از دلخواه مفزع بدون تشویش‌های زیادتی و صرفه وقت با استفاده از همیانه‌های الکترونی بانکی خود حق خدمت‌رسانی‌های قوه برق، آب، خدمت‌رسانی‌های کمونالی، نقلیات جمعیتی، بازرسی دولتی اتومبیلی، تندرستی، خدمت‌رسانی‌های بخش‌های ثبت اسناد حالت شهروندی و اداره نotariالی مبلغ‌های انداز و دیگر خدمت‌رسانی‌های دولتی را سپارند. برای دسترس نمودن همین کارت‌های بانکی اندازپرندگان با واسطه شناسنامه و رقم مشخصی اندازپرنده با نقطه نزدیکترین امانت بانک میتوانند مراجعت کرده کارت‌های بانکی را از اونجا دسترس نمایند. این از اون شهادت میدهد که کار اندازپرنده را آنچه سبک کرده از جای زیست خود میتوانند اویدی بقیه قرض انداز خود آگاه شده مبلغ قرض خود را پرداخت کنند. گزارش به پرداخت غیر نقدی به صرفه وقت و خراجات علاوگی مشتریان مساعدت می‌نماید. باید در نظر داشت که من بعد پرداخت نمودن خدمت‌رسانی‌های دولتی تنها به طور غیر نقدی جریان می‌گیرد. نظام پرداخت‌های غیر نقدی طلبات اهالی را به پول نقد کاهش داده، نوبت‌پایی را در نزد بانکومات و خزینه تشکیلات‌های قرضی مالیوی برای گرفتن پول نقد از بین می‌برد و باعث صرفه وقت و خراجات علاوگی مشتریان می‌گردد.